سلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبانتون باشه. الحمدلله امروز در تاجیکستان در شهر دوشنبه پارک رودکی ده یک فرزندو را آوردیم. کودکای خودمون یک خرسندی، یک خوشبختی الحمدلله. یا بدونه که همین آبادی وطن، همین یعنی که تنج آرام بودن یک نعمت بزرگه که پروردگار نصیب نه هر یک دولت میکنه. الحمدلله بگه که شکرانه پروردگار امروز ما وطنی عزیز داریم. امروز ما مقصد بهترین باد هوای تازه و انشاءالله همه وقت در این فضای آرام و آسودگی وطن، یعنی مقصد سربلند و آرام و آسوده انشاءالله میگردیم. یعنی که به همون خاطر همه وقت حرکت کنیم که شکرانه همین تنجی و آبادی کنیم که دیده شده که در دولت‌های همسایه چقدر یعنی گپ خبر جنگ جنجال مقصد ناآرامی ها است. یعنی از همین از چی میشود؟ از ناآرام بودن، از نافهمی، یعنی همون خلق میشود یعنی که با یک هماهنگی و یک سری مسئله نآمدن و گوش انداختن بزرگان و یعنی که عالم ها و شخصانی که از همین پالیتیکا و از همین کارهای دولتداری میفهمند. بعد این میخواد به همون خاطر حرکت کنید دوستان عزیز که به هر فتنه ها انداخته و گوش انداخته، یعنی به هر فتنه ها و یک وسوسه های شیطانی و شخصانی که نادرکار و شخصانی که عقیده و شعورناکی ما را به طرف مقصد کارهای بیزه میبرن. به همون خاطر حرکت کنید دور باشه. شکرانه بیان بارگه میگم تنجی آرامی وطن کنی. الحمدلله کسی میگه کار نیست، الله شاهده که پروردگار خار کنه کسی را. اگر درو میگه کسی بگه کار میکنم در همین وطنم کار میوه، اگر کسی بگه کار میکنم در تمامی در همون آدمی لنج، یعنی که آدمی که چی میگم بگیم با لفظ کوچکش بگیم مرده و جنبورمده، در همون روسیه هم کار نمیکنه. همونجا یا سومیا هم قیقی در شکمش میخوره. با هم خاطر حرکت کنین که او قدر کاری بیزیب نیست. کاری یعنی فقط عقل کار فرمیدن در کار و به هر گروه ها، به هر رویه ها، به هر یک شخصانی نو در کار هم صحبت شدن و جان خطر در خطر داختن و جان اهل بیت و یعنی زندگی جوانی که داری همه برباد دادن در کار نیست. و هم خاطر همه وقت حرکت کنه که عقیده خوب داشته باشید. حرکت کنه که الحمدلله ما تمام جاش گشتیم. الله شاهده که نماز هست، مسجدها هوی هستن. مقصد شکر پروردگار یگان گپ خبر هم خود شکرانه کنه که الحمدلله همه وقت فضای آرامی وطن در همین فضای خوش منظره و باد هوای تاجیکستان شکرگزار بوده. همه وقت حرکت کنه که فکر پدر مادر در این شهرهای غریبی هم که باشه، فکر پدر مادر فرزندای عزیز خودکی که داره، مقصد فکر یارم بکنه که این دنیا کرای هیچ گپ خبر نمیکنه. جان خودتان در خطر نه اندازه به شخصانی که برون از وطن هستن و من نمیدونم در سری و یا چی هست، چی عقیده ها هسته. با اون خاطر الحمدلله ما کو از پالیتیکا و از همین کارو کوخر نمیفهمیم. با اون خاطر حرکت کنید که با این کارو خودتان ندازه. با اون خاطر بیای وطن عزیز شکرگزار باشه و حرکت کنید که انشاءالله در همین فضای تنجی تاجیکستان انشاءالله زندگی خوب و آسوده داشته باشیم. با خدا امان خدا در حق ما دعاگو باشه.